سلام و عرض ادب دارم خدمت همه عزیزان و بزرگوار در سرتاسر جهان، به خصوص ایران. هموطنان عزیز، امروز میخوام در مورد اتفاقی که برای بنده در سال گذشته افتاد، زمانی که مجبور شدم پس از سالها دوری از وطن برای دیدن مادر مریضم به ایران بیام. از امریکا ارزم به حضورتون عازم ترکیه شدم و از ترکیه هم از مرز سرو میخواستم وارد ایران بشم که میدونستم اگر بنده به خانواده و دوستان اطلاع بدم مانع این قضیه میشن. مادرم وضعیت خوبی نداشت و بنده همونطور که شما میدونید عده‌ای از دوستان مستحضر هستن، از هموطنان و همشهریان. بنده تنها فرزند پسر خانواده بودم، 3 خواهر داشتم و من و پدرم سالها به نوبت در جنگ ایران و عراق شرکت داشتیم. 6 ماه بنده میرفتم و میومدم خونه و 6 ماه پدرم میرفت. و در جنگ ایران و عراق، زمانی که در فتح خرمشهر، من و پدرم هر دو همزمان در فتح خرمشهر حضور داشتیم. بنده 28 ماه 24 روز به صورت داوطلب و 28 ماه به صورت خدمت سربازی که اکثرا در خط مقدم جبهه جنگ بودم حضور داشتم. که در دورانی که به صورت داوطلب رفته بودم، یک بار مادرم به اتفاق و پدرم در سومار خط مقدم که بودم انقدر التماس کرده بودم به دژبانی که اومده بودم خط. و در این مدت چندین سال بود که مادرم حالش خیلی خراب بود و بنده خیلی دوست داشتم برم و مادرم رو بینم، ولی متاسفانه همونطور که شما نیز بهتر میدونید وضعیت امنیتی کشور جوری بود که با کسانی که در داخل کشور یا خارج از کشور به وضعیت موجود معترض بودن، حتی اونهایی که نه جنگ مسلحانه کرده بودن، ارزم به حضور، نه تشویق به خشونت کرده بودن و نه حامی جنگ مسلحانه بودن، و حتی اون افرادی که فقط به وضعیت موجود در داخل یا خارج از کشور اعتراض کرده بودن، در داخل سرکوب شده بودند و در خارج اگه کسانی به وضعیت موجود اعتراض کرده بودن به صورت لسانی، نوشتاری، به صورت مدنی مبارزه کرده بودن از روش‌های مدنی، ولی حکومت باز با اینها تا اونجایی که در توانش بود برخورد میکرد و بنده هم مستثنا از این نبودم. ولی بنده همیشه اعتقاد داشتم با توجه به اینکه در خارج از کشور عده زیادی از مخالفین جمهوری اسلامی بر این عقیده هستند که تا زمانی که نظام جمهوری اسلامی ایران در ایران حاکم هستش، مخالفین جمهوری اسلامی معترضین به وضعیت موجود این حق را ندارن. اونایی که در خارج از کشور هستن به ایران برن به هر دلیلی، میخواد خانوادهشون مشکل داشته باشه، پدر مادر بمیره، برای خواهر برادر اتفاقی بیفته، ولی این موضوع عقیده اینهاست و برای خودشون محترمه. یعنی این اصل پذیرفته شده نیست از نظر منشور سازمان ملل و منشور حقوق بشر. همه انسان ها حق دارن هر جایی که میخوان برن، مخصوصا جایی که در اون متولد شدن، بزرگ شدن، خانواده دارن و هیچ حکومتی مانع از این نمیشه. و اگر کسی این خطر رو به جون میخره، خونش رو کف دستش میذاره و میدونه که چه برخورد امنیتی جمهوری اسلامی با اون فرد انجام میده وقتی به ایران باز میگرده و باز تصمیم میگیره، مصر هستش که بره و خانواده‌اش رو ببینه، به هر حال این هزینه رو خود اون فرد میپردازه. و تنها کاری که اگر یک انسان در داخل یا خارج میتونه انجام بده دفاع از حقوق انسانی اونه. وقتی اون آدم دستگیر میشه، بازداشت میشه، به انفرادی میره، ارزم به حضورتون، یا شکنجه میشه، حقوق انسانی نقض میشه، اعتصاب قضا میکنه، در بند هست. اونهایی که در داخل دست به قلم هستن، در رسانه‌هایی هستن که مستقلن،
ارزم به حضور یا خارج از کشور، سازمان‌های حقوق بشری، سازمان‌های ارزم به حضور سیاسی و رسانه‌ها، خبررسان‌ها و هر رسانه‌ای، هر کسی که در تلویزیون سمتی داره میتونه کاری انجام بده. کسانی که مثلا هر امکانات رسانه‌ای دارن به هر طریق ممکن صدا و فریاد این عزیزان رو مثل سایر زندانیان سیاسی به گوش مردم ایران و خارج از کشور برسونن. ولی متاسفانه می‌بینیم که این گونه نیست و بنده مفصلا توضیح خواهم داد در این خصوص. شما میدونید نه تنها این گونه نیست، از اول انقلاب تا به امروز در خارج از کشور و داخل کشور همونطور که جمهوری اسلامی اومده و قدرت رو بین یک سری از دوستان فامیل خودش پخش کرده، تقسیم کرده. یعنی شاید 200 خانواده 300 خانواده دور هم جمع شدن با هر اسم و رسم یا عنوان یا حزب و گروهی. به نوبت این قدرت مثل توپ فوتبال در دست اینها هستش، به هم پاس میدن و نوبه نوبه از این که قدرت استفاده میکنن، لذت زجر و بدبختی و مشکلاتی که این نظام به وجود آورده هستن بعد از انقلاب. یعنی سال 57 مردم انقلابی کردن، ولی چون بدون برنامه، بدون سیاست و عامه جامعه و خواص هم این احتیاط رو، این بررسی رو نکردن که ببینن امروز که یک نظام استبدادی رو برمیدارن باید چه نظامی جایگزین بشه و یک بار دیگر یک استبداد بدتر جایگزین استبداد نظام شاهنشاهی نشه. متاسفانه به هر دلیلی این اتفاق افتاد و امیدواریم که در آینده ایران با توجه به اینکه جمهوری اسلامی وضعیتش خیلی خرابه و به زودی خواهد رفت، حالا زود در آینده نزدیک تا چقدر زمان خواهد برد رو بنده و تا حالا هیچ کارشناسی نتونسته پیش بینی کنه. اون بستگی به همت و حرکت ملی مردم داره. یعنی چشمشون رو به دنیای خارج از خودشون نبندن. این فکر نکنن که یک دولتی در دنیا میاد و هزینه میده که این نظام رو ببره و این نظام دموکراتیک جایگزین اینها بکنه. نه، همچین اتفاقی نخواهد افتاد. همونطور که در سال 57 وقتی جهان غرب متوجه این قضیه شد که نظام شاهنشاهی رفتنیه و مردم میخوان انقلاب کنن، اومد گفت اگر قرار امروز نظام شاهنشاهی که مورد تایید ما بوده و منافع ما رو در ایران تامین میکرد بره، باید کسی که جایگزین این نظام میشه باید از خود ما باشه. یعنی حرف شنوی داشته باشه از ما و سیاست‌های ما رو مجری سیاست‌های ما در ایران باشه. چه خودش دلش ذهنش با ما باشه چه نباشه، مهم اونه که اون چیزهایی که ما میخوایم اون رو انجام بده، مجری باشه، مجری برنامه‌های ما باشه. اومد و گفتش که اگر در نظام شاهنشاهی به فرض کمونیست ها رو میکشتن، جمهوری اسلامی قبل از اینکه شکل بگیره روحانیت این طیفی که قرار بیاد سر حکومت، اینها بیشتر از شاه میتونن این کار رو برامون انجام بدن. یا در موضوع اینی که تمام کشورهای مسلمان و عربی دشمن اسرائیل هستن، چه کسی رو بیاریم که جایگزین اسرائیل بشه به عنوان دشمن اعراب و مسلمان ها و اسرائیل و اعراب و سایر کشورهای مسلمان با هم نزدیک بشن و دوست بشن. و چه کشوری رو بیاریم که در حاشیه خلیج فارس در جنوب غربی آسیا، ارزم به حضورتون، در این منطقه ایجاد ناامنی کنه، شرایطی مهیا کنه که بتونیم ازش لولو خورخورو درست کنیم و کشورهای حاشیه خلیج فارس از ما اسلحه بخرن و بهتر
بزرگترین بازاریاب برای ما باشه که میلیاردها دلار اسلحه بفروشه، که در این موضوع هم میبینید در اینها همه موفق بودن. و امروز جامعه غرب اصلا تمایلی نداره جمهوری اسلامی رو برداره. چرا؟ به چه دلیل؟ به خاطر اینی که اگر یک نظام دموکراتیک در ایران حاکم بشه، میلیاردها دلاری که دست روش گذاشته باید اینو برگردونه به دولتی که توسط مردم شکل میگیره، قدرت رو به دست میگیره. این رو باید برگردونه. و همونطور نه تنها دولت امریکا، امروز مثلا پسر شاه ایران آقای رضا پهلوی هیچ تمایلی نداره رژیم برگرده. چرا؟ اون دارایی و اموالی که توسط پدرش، اون اموالی که اون پولهایی که از کشور خارج شده، اگر انقلابی بشه و این نظام بره یک نظام دموکراتیک شکل بگیره، باید از طریق سازمان‌های بین‌المللی به خزانه کشور برگردونه. و خودشون میدونه که های ماهواره‌ای، خبررسانه‌ای، نمیدونم صدای امریکا، رادیو فردا، BBC، شبکه مناتو و اینترنشنال از ایشون تبلیغ کنه و اینها تبدیل به تریبون این فرد و یک سری هواداراش و اگر نظام جمهوری اسلامی برگشت در جهت منافع دولت امریکا، نمیدونم کشورهای اروپایی قدم خواهم برداشت و مطیع امر اونها بخواهم بود، میبینید که تریبون در دست اونهاست. اگر حرفی صحبتی از زندانیان سیاسی میشه، فقط یک دسته سمبل قرار گرفتن. کوچکترین اگر اتفاقی برای اونها در زندان بیفته، وقتی دستگیر میشن یا اعتصاب قضا میکنن، به صورت وسیع، به صورت گسترده سازمان‌های حقوق بشری که از دولت‌های خارجی پول میگیرن، با برنامه و سیاست‌های دولت‌های خارجی اداره میشن، مطیع امر دولت‌های خارجی هستن و خبررسانه‌ها همه از اونها حمایت میکنن، چپ و راست، به نام حقوق بشر، به نام دفاع از شکنجه شده ها، منع شکنجه و از این دسته حرفا. چپ و راست به اینها جایزه میدن، ولی هزاران هزار زندانی که 100,000 برابر از اونها بیشتر مورد ظلم واقع میشن، ارزم به حضورتون شکنجه میشن و هزاران هزار بلا سرشون میاد، اونها اصلا دیده نمیشن. بنده نمیخوام در اینجا فقط به موضوع خودم بپردازم، بگم که بندم رفتم ایران، زمانی که بازداشت شدم در اطلاعات نیروی انتظامی، بعد انتقال کردم، پیدا کردم به اطلاعات سپاه، در زندان بودم، اتفاقاتی که برام افتاد مجبور شدم کارت به استخون رسید اعتصاب قضا کنم 10 روز در، و بعد از اون دیدم توجهی نمیشه و اعتصاب خشک رو شروع کردم. حالم خراب شد، به بیمارستان، یعنی اورژانس بیمارستان امام خمینی ارومیه انتقال پیدا کردم با دستبند و پابند، با اون وضعیتی که داشتم. بعد حالم خراب شده بود، بیهوش شده بودم و در اورژانس که وقتی به حال خودم اومدم، آمپور زدم، قند زدم، اومدم اعتراض کنم و مورد ضرب به نیروهای امنیتی و زندانبان قرار گرفتم که توسط مردم نجات پیدا کردم. تونستم مردم حمایت کردن، حرفمون بزنم، بگم کیم، شهروند ایرانی امریکایی هم، اکبر لکستانی هم، منتخب اول شورای شهر شد، از شهرستان شد بودم، 2 دور رئیس اون شهر شورا بودم در شهرستان شد، و بگم که به چه بلاهایی سرم اومد در اطلاعات سپاه. بنده با توجه به اینکه جانباز شیمیایی هستم، دارو شیمیایی، دارو قند، انسولین بهم نمیدادن، دارو فشار، دارو کلسترول رو بهم نمیدن و اینها مصداق شکنجه است. و میبینید در مقابل شما اینها اینطور منو با قنداق اسلحه دارن میزنن، ضرب و شتم میکنن، وای به حالی که در جایی که در خفا باشه. و پس از اون که باز بنده حالم خراب شد، بیهوش شدم، خودم رو در بازداشتگاه بیمارستان امام خمینی دیدم که چند نفر از نیروهای امنیتی ریختن سرم و حسابی منو زدن، بهم فحاشی کردن، فحش ناموسو دادن و چند نفر از زندانیایی که جرائم عمومی داشتن منده و خلافکار بودند، نه جرائم عمومی عادی، هنوز اونجا به من فحاشی میکردن. چندین مورد
اونجا مورد ضرب شتم نیروهای امنیتی زندان قرار گرفتم و بعد از اون میتونم بگم که پزشکان بیمارستان امام خمینی، پرستار انتر ریزیدنت، واقعا به بنده مثل کسی که اعضای خانواده‌شون بودن رسیدن، پرستاری کردن، پزشکا اون چیزهایی که لازم بود در حق بنده انجام دادن، سنگ تموم گذاشتن. واقعا مدیونم جا داره که از تمام پزشکانی که در بیمارستان امام خمینی، پرستاران و کادری که مثل خانواده‌شون از بنده پرستاری کردن، مشکلات درمانی ما تا جایی که میتونستن حل کردن. البته اونها نمیتونستن، وقتی دست و پای بنده بسته بود به تخت، فقط معذرت میخوام زمانی که خواستم برم دستشویی همومم که مثلا 2 هفته یه بار بنده رو اجازه میدادن که برم با همون با پابند و فلان، فقط پابند بنده باز میشد از تخت و بنده میتونستم به سمت دستشویی برم. اونها در موضوع امنیتی نمیتونستن کاری انجام بدن. تنها یک پزشک به بنده، به مردم امریکا توهین کرد که از نیروهای سهمیه امنیت، دستگاه امنیتی بود، پزشک شده بود و بنده اونجا در بین تمام مریضان بیمارستان، ارزم به حضور دکترها و پرستارها گفتم آقای موسوی در بیمارستان طالقانی شما 100% سهمیه وزارت اطلاعات یا دستگاه امنیتی سپاه هستید، با سهمیه اونها اومدید بالا، اگر از شما 5 ابتدایی امتحان بگیرم رد میشید. به هر حال شما حق دارید که به ملت بزرگ امریکا و بنده و سیاسی ها و مخالفین حاکمیت توهین کنید، فحاشی کنید. به غیر از اون پزشک، همه پزشکا در بیمارستان امام خمینی طالقانی ارزم به حضورتون و تیمارستان رازی دید انسانی داشتن و تا جایی که میتونستن رفتار انسانی داشتن و مثل اعضای خانوادهشون از بنده حمایت کردن و تا جایی که دستشون میومد خدمت کردن که بنده مدیون اونها سرم و فرود میکنم، در مقابل انسانیت و فهم و شعور اونها تشکر میکنم. و بعد از بیمارستان امام خمینی که بنده رفتم به تیمارستان رازی، چه وضعیتی بود اونجا، چه بلایی سرم اومد و وضعیت هایی که بنده به ریز اونها در آینده خواهم پرداخت. چرا الان عرض نمی کنم، به جزئیات موضوع نمی پردازم کلا، چون بنده میخوام از جمهوری اسلامی شکایت کنم و از دولت امریکا، از جمهوری اسلامی به خاطر جنایتی که انجام داده در مورد خود بنده وکیل سایر زندانیان سیاسی نیستم، خیلی چیزها دیدم، ولی بنده به عنوان یک مطلع اینها رو میتونم به سازمان‌های حقوق بشری، سازمان ملل، بخش حقوق بشری سازمان ملل در نیویورک و ژنو ارسال کنم، ولی حق ندارم از طرف کسی که بیام و شکایت کنم. از طرف خودم میتونم شکایت کنم به خاطر شکنجه‌ای که شدم، به خاطر ظلمی که شده، به خاطر اینی که در تیمارستان بستری شدم، چه بلاهایی سرم اومده که بعدها ریز به ریز خواهم گفت. البته عرض کردم نه از طرف بیمارستان، پرستار، پزشک، از طرف حاکمیت، از طرف دستگاه امنیتی، از طرف زندانبان، از طرف رئیس زندان، از طرف دادستان، مدیر کل استان، مدیر کل سازمان زندان ها و شما طبیعتا میدونید اینها همه عوامل حاکمیت هستند و در رأس حاکمیت آقای علی خامنه‌ای هستش که هر نوع جرم و جنایتی، هر اتفاقی که در ایران میفته مربوط به ایشون هست و مسئول اصلی ایشون هستش که بنده ضمن اینکه از جمهوری اسلامی شکایت میکنم و چرا از دولت امریکا میخوام شکایت کنم؟ به خاطر اینی که خودتون میدونید به هر حال بنده انسان هستم و ادعایی ندارم چون شهروند ایرانی آمریکایی هستم باید مستثنا قائل شد نسبت به بنده. نه،
در موضوع اینی که خانواده من زمانی که دستگیر شدم به نماینده شهرمون جاش هاردر اطلاع داده بودن و ایشون میخواست در کنگره امریکا مطرح کنه، ارزم به حضور کنفرانس مطبوعاتی دموکرات ها بذارن، ولی دولت مخالفت کرده بود با تحت این عنوان که اگر شما این موضوع رو رسانه‌ای کنید ایشونو میکشن در ایران. به چه دلیل؟ به خاطر این که بنده یک فردی هستم طرفدار مصدقم، همون مصدقی که صنعت ملی نفت ایران مدیون اونه و تمام ایرانیان نسلاً به نسل به ایشون مدیونن به خاطر اینکه صنعت نفت رو ملی کرد. دولت امریکا چرا مثلا جمهوری خواه از افراد مثل بنده متنفر هستن؟ از کسی که جلو حیف میل شدن اموال و نفت مردم ایران رو گرفته یا دولت انگلستان؟ چرا وقتی بنده در زندان بودم مثلا خبررسانه‌ای مثل BBC یا منوتو یا اینترنشنال یا رادیو فردا خبرهای بنده رو انتشار نمیدن؟ بارها از طرف خانواده دوستان بنده تماس گرفته شد با این رسانه ها، ارزم به حضورتون زنگ زده شد، پیام داده شد از طریق فضای مجازی، ارتباط باشون برقرار شد و اتفاقاتی که بازداشت، دستگیری، ارزم به حضور شکنجه بنده، اعتصاب غذای بنده و این همه وضعیت بد بنده به اونها گزارش داده شد، ولی سکوت مطلق. مثل یک سری شبکه‌هایی که به اسم حقوق بشر نام فعالین حقوق بشر را یدک میکشن، مثل یک سری سازمان‌های سیاسی که اسم مبارزین سیاسی را یدک میکشن. این رسانه‌ها هم کار حرفه‌ای خودشون رو انجام ندادن، به خاطر اینی که همونطور که دولت امریکا اومد بنده رو به خاطر اینکه طرفدار مصدق بودم در انتخابات ریاست جمهوری درون حزبی حزب دموکرات از برنی سندرز سوسیال دموکرات حمایت کرده بودم، و یا در رابطه با تحریم اقتصاد ایران برای آقای ترامپ نامه نوشته بودم، گفته بودم که به هر حال شما تمام این کارهایی که میکنید به خاطر اینه که بیشتر امتیاز بگیرید از جمهوری اسلامی و دود این تحریم های اقتصادی در چشم مردم میره و کمر مردم له شده. شما نمیتونید با تحریم های اقتصادی مردم رو به وضعیتی برسونید کارت به استخونشون برسه، انقدر گرسنه و بدبخت بشن که خونشون رو کف دستشون بگیرن یا بمیرن یا این نظام رو بذارن کنار. به هر حال شما اگر واقعا دوست دارید نظام جمهوری اسلامی با خاص و